روز 13 اوگوست طالبان دومین شهر بزرگ افغانستان قندهار را اشغال نمودند. پیش از آن خبر نشر شد که سلاح بدستان این جنبش جنگجوی شهر غربی هرات را اشغال نموده. طبق اطلاع یک منبع از شورای محلی این استان، مجاهد سابقه دار اسماعیل خان را به اسارت گرفتند. سخنگوی طالبان گفته است که اسماعیل خان را به منزل زیستش انتقال دادند. در نوارهایی که خبرگزاری‌ها از قندهار دسترس نمودند، طالبانی سوار ماشین‌های زره‌پوش در کوچه‌های قندهار می‌گذرند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که در کوچه‌ها چندین جسد را مشاهده کردند. حامیان حقوق میگویند طالبان هنگام اشغال منطقه سپین بالدک به کشتارهای انتقام جویانه راه داده بودند. وزیر مدافعه بریتانیا بن والیس در صحبت با خبرنگاران گفته است که اگر موقع طالبان تحکیم یافته آنها همکاری با سازمان دهشت افکنی القاعده را راه اندازی کنند، شاید کشورهای غربی مجبور شوند که نیروهای خود را به افغانستان برگردانند.